ما فرضاً توی یک رابطه سمی گیر کردیم، ما توی یک موقعیت شغلی گیر کردیم، یه دوستی هست، دوستی خوبی برامون نیست، توش تحقیر میشیم، اما بازم نگه می‌داریم، نمیتونیم بکنیم ازش. با خانواده نامطلوبی دارم زندگی میکنم و نمیتونم بکنم. چرا؟ دو تا علت داره معمولا. این کارو خوب میبینیم، اون رابطه رو خوب میبینیم، علیرغم اینکه بده. من دارم با فلانی کار میکنم، جامم خوبه، توی کار دولتی هم مزیتامو دارم، امتیازامو دارم، حقوقمو سر ماه میگیرم، برای چی بیام بیرون؟ عالیه. یا من این رابطه رو دارم، آدم خوبیه، حداقل خرجم میکنه، یا حداقل میتونم مثلا صمیمیت‌های خوبی باهاش داشته باشم. اینا رو ما میذاریم اینور، میبینیم این فوایدو، اما اول زجر و شکنجه و آسیبایی که داریم تو این شرایط متحمل میشیم و چشم میپوشیم. این حاشیه امنمون که این فواید هست و ما نگه میداریم تو ذهنمون، رو اینا فوکوس میکنیم، اما حاضر نیستیم به اینا نگاه بکنیم. بگم که چرا این اتفاق میفته. این خاصیت ذهن ماست. خاصیت ذهن انسان امنیت پذیری و عدم تغییر، ثبات پذیریه. آقا این طبیعت مایی که ما تو این شرایط گیر میکنیم، این عادیه که ما اینجوری میکنیم. آیه دکتر صاحبی میگن راحتی فلاکتبار. ما انسان ها بزرگترین به اصطلاح ترس از ناشناخته است. برای آدم ها ما فکر میکنیم بزرگترین ترس زندگیمون ترس از مرگ، در حالی که ترس از مرگ هم زیر مجموعه ترس از ناشناخته است. اصلا ناشناخته چه اتفاقی برام ایجاد میکنه؟ من توی رابطه افتضاحم، یا تو محیط کاری افتضاحم، یا تو خانواده نامطلوبم، محیط دوستانه نامطلوب، یک دوست نامطلوبی که داره من تحقیر میکنه، حداقل میدونم چیه، حداقل میدونم این کارو بکنم بعدش این میشه، میدونم تو این شرایط این اتفاق میفته، میدونم فلانجا این میشه، میدونم آقا قرار این هفته این روزا این ساعتا تو این موقعیت من برخورد ببینم و تحقیر ببینم و توهین ببینم و اذیت بشم و تو این کار قراره سر این ماه سر فلان روز پولم تموم بشه، بی پول بشم، بی پولی بکشم، من شناخته است. آقا این هست ولو افتضاح، ولو داغون.